اینجا آرامگاه کوروش بزرگه که برای خیلی‌ها سوال شده چرا بعد از حمله اعراب به ایران همچنان سالم مونده؟ میدونید که اعراب در زمان حمله به ایران به دلیل کینه‌ای که از قبل داشتن اکثر آثاری که از زمان ساسانیان بوده رو خراب میکنند. ولی چرا مقبره کوروش بزرگ رو خراب نکردند؟ عرب‌ها وقتی عظمت این بنای سنگی رو دیدن فکر نمی‌کردند که انسان چنین چیزی رو ساخته باشه. پس با خودشون تصور کردند که احتمالاً برای زمان حضرت سلیمانه و احتمالاً آرامگاه مادر حضرت سلیمانه. حتی بین اعراب خیلی محبوب هم شد و تبدیل شد به زیارتگاه. اسمش هم گذاشتن تخت سلیمان. البته بعضیا میگن که خود ایرانی‌ها این شایعه رو درست کردن که اعراب آرامگاه رو تخریب نکنن. در دوران مغول‌ها هم کوچکترین آسیبی ندید. اونا هم فکر می‌کردن که این بنا طلسم شده است. شما چی فکر می‌کنید؟ چرا مقبره کوروش بزرگ هیچ زمانی تخریب نشد؟ اصلاً به نظرتون میتونستن تخریبش کنند؟ ممنونم که پیج فروغی فکت رو دنبال میکنید.